دکتر بیهوشی و نه تجهیزات پزشکی. فقط صنوبر بود که روی تشکچه‌ای چرک دراز کشیده بود و علی و قابله‌ای که کمکش میکرد. اگرچه کمک چندانی هم لازم نداشت، چون حسن حتی در لحظه تولد نیز ذات بی‌آزار خود را نشان داده بود. چند ناله و چند تا زور و فشار و آنگاه حسن با خنده‌ای بر لب به دنیا آمد. آنطور که میگویند قابله دهن لق آنچه را دیده بود به خدمتکار همسایه میگوید و او نیز همه شنیده‌های خود را برای دیگران تعریف می‌کند و بدین ترتیب معلوم می‌شود که گویا صنوبر نگاهی به بچه که در بغل علی بوده می‌اندازد و با مشاهده لب شکری او خنده تلخی سر می‌دهد و می‌گوید بگیر این بچه خلوچلت را تحویل بگیر تا هر چقدر می‌خواهی جای تو بخندد. حتی نمی‌خواهد برای یک بار هم شده بچه را بغل بگیرد و درست 5 روز بعد می‌گذارد و می‌رود. بابا همان دایه‌ای که به من شیر می‌داده است پول می‌دهد تا به حسن هم شیر بدهد. علی به ما گفت که او یک زن هزاره‌ای چشمابی بود، اهل بامیان، شهر مجسمه‌های عظیم بودا، و همیشه برایمان تعریف می‌کرد که چه صدای قشنگ و دلنشینی داشت. من و حسن با وجود آنکه می‌دانستیم همیشه از او می‌پرسیدیم که دایی چه می‌خوان، فقط دلمان می‌خواست علی برایمان بخواند. او گلویش را صاف می‌کرد و برایمان می‌خواند. سر کوه بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم.